این اولین نبرد بین اسلام و کفر است، بین نور و ظلمات است. این نبرد در 17 ماه رمضان به وقوع پیوسته. سببش چی است؟ یعنی پرسیدم که هر جنگ سبب داره، هر یک نبرد سبب داره. سبب این است که وقتی که مسلمان‌ها در مکه بودند و زیر ظلم و ستم مشرکای مکه بودند، اونها مجبور شدند هجرت کنند به سوی مدینه. وقتی هجرت کردند، این مشرکا آمدند و مال و ملک اونها رو مصادره کردند. هرچی از دکان داشتن، هرچی ثروت داشتن، هرچی درهم و دینار داشتن، اونها رو مصادره کرده از خود کردند. چون که انسانی که هجرت میکند، خصوصا اون زمان مثلا کارت نبود که مثلا پولش در کارت کردید براید، مال و ملکش در اونجا بود، دیگر مردم اومدن اونو مصادره کردن. وقتی خبر به اهل مدینه رسید، مهاجرای مدینه خیلی ناراحت شدن. اونا اومدن هیچی ندارن، مدینه جای کارم نیست. اون زمان یعنی مشکل بود و تقریبا مهمان اهل مدینه بودن، مهمان انصاری بودن. انصاری هم در حق اونو کوتاهی نکردن، اینکه تمام چیز داشتن برادن اونو تقسیم کردن. تا بعضی روایت میگه که باغش هم تقسیم کرد، خونش هم تقسیم کرد، داراییش هم تقسیم کرد. به این درجه اونو مثلا فدایی به پیامبر صلی الله علیه و آله بود. لیکن با وجود اهل مکه یعنی که یک نمود عزت نفس داشتند و چی داشتن، می‌خواستن که با پول خود زندگی کنن، نه اینکه با پول برادرای انصاری خودشون. بنابراین سبب به وقوع اومدن این جنگ همین است. مسلمانان می‌خواستن اون مال‌هایی که مصادره شد باز پس گیرند. وقتی مکه ببینیم عیناً همین راه استراتژی است. بین شام و بین یمن است. بنابراین هم در قرآن وقتی میگه رحلت الشتاء و الصيف، نظر دارد اون رحله یا اینکه سفرهای تجارتی که اونها هنگام زمستان به یمن میکردن، هنگام تابستان به شام میکردن، همون در نظر دارد و خلاصه اونها با بین همین رفت آمد میکردن و این راه شام از مدینه میگذشت. اینجا دیگه یعنی که مکانت و مقام مدینه رو بیان میکنه که این هم یک چی بود، راهی استراتژی یا که راهبردی به حساب میرفت. چون که مشرکای مدینه، مشرکای مکه نمیتونستن که به شام روان مگرین که عبور کنن از نزدیکی مدینه و این برای اون البته چی بود؟ خطر بود. ابو سفیان مثل درک میکرد. وقتی که به سوی شام مثلا حرکت کرد با 1000 اند شتور، وقتی برگشت شد دیگه در فکر بود که این چی میشه باشه. آیا محمد برای باز همون بازپسگیری مال و اموال اون یارای خودش میبراید نمیبراید؟ هم آوازها بود دیگر این چیز. اونو در ترس بود نمی‌سون از این چیز. وقتی که پیامبر خبر رسید، پیامبر و صحابه گفتن که اینا مال‌های شما به سوی شام رفته است، از شام اومده است، کسی میخواد مرحمت برات با ما اون مال را باز پس کنیم. بنابراین صحابه شتابان برآمدن و اصلا چخیری که ابن اسحاق میگوید، یعنی گمان نمیرفت که تمام اونجا جنگ بشود. بنابراین خیلی عدد کم برآمد، تقریبا 300 چند نفر برآمد طبق روایت ها و اونها اینکه 2 اسب داشتن و 70 شتر داشتن و اکثریت با پیاده میرفتن. هدفشون چی بود؟ همون کاروان رو بازپس گرفتن، مال و اموالی که مصادره شد اون رو بازپس گرفتن. ابو سفیان بسیار مرد هوشیار بود. وقتی که نزدیکی حجاز اومد، یک جاسوس گماشت تا اینکه بیند که در راه آیا مسلمان رو کمین گرفتن یا نه. وقتی رفته اون جاسوس دید که مسلمان رو کمین گرفتن، رفت خبر داد. ابو سفیان زمزم ابن عمرو گفته که آدم به مکه تیز فرستاد و اهل مکه دریافت کنه که محمد میخواد کاروان شما رو از خود کنه. در مکه خبر مثل خیلی که آتش که هیزم چی میشود، آتش میگیرد، همه خبر تیز پخش شد. همگی سلاح و شمشیر خود گرفتن، روان شدن به سوی چی؟ بدر. از بزرگا همه برآمدن غیر از ابولهب. ابولهب جرأتی برآمدن نکرد، به جاش یک به اصطلاح یک مردیکا رو کرا کرد، یعنی که جنگاور کرا کرد و فرسانگون از جای من است. همین شکل برآمدن. لیکن پیش از این جالبیش چی است؟ اینجا من یعنی 2 حکایه هست که حتما باید گویم پیش از نقل کردن این چیز. یکمش این قصه سعد بن معاذ و امیة بن خلف است. هر دوش رفیق بودن در جاهلیت. سعد بن معاذ مدینگی است. بعد این آمد پیشی که عمره اومد و نزدیکی امیة بن خلف. بعد همونجا گفت که من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله چه میکشن. چه خیلی منو میکشد؟ کجا میکشد؟ من یک خبر داد که در کجا؟ در مکه، بیرون مکه. و گفت من نمیدونم، لیکن من میدونم که محمد گفت که تو کشته خواهی شد. خیر از اینم دیگر این وقتی که اینکه بشنید در ذهن امیه این چیزا بود پیشتر، چون که باری وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله طواف میکردن، وقتی مکه بودن شد، وقتی طواف مشرکان نشسته هم زیر کعبه نشسته، پیامبر مسخره میکردن، نشون داده به چشمشون میخلیش کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا خشمشون اومد.
به همونو اشاره گفتن که همشه هم جمع هم بود، ابو جهل هم بود، گفتن که جئتکم بالذبح، من آمدم تا اینکه شما رو نابود کنم، کشم شما. روایت میگه که همونجا دیگه از ترس همه شخ شد، من دیگه مسخره هم بس شد، دیگه گبزنی هم بس شد، چون میدونستن که پیامبر دروغ نمیگه. بنابراین این امیه هم ترسیده نشه، میدونست که پیامبر دروغ نمیگه، حق ترسیده. دوم قصه این خواب دیدن عاتیکه هست، بنت عبدالمطلب، عمی پیغمبر. این خیلی قصه جالب است، لیکن من کوتاه میگم برای اینکه چی نشود. عاتیکه خواب میبینه و عباس برادرش بود. عباس میگه که من این شب خواب دیدم، لیکن خواب بسیار میگه دهشتناک بود، میگه برای نقل میکنم برای هیچکی گپ نزن. عباس میشنه، طاقت کرد نمیتونه، به رفیقش میگه، با رفیقش میگه خیلی مکه پهم میشد. ابو جهل میگه که بنی عبدالمطلب میگه این مردتون دعوای پیغمبر میکرد، بس نبود که با زناتون هم سر کرد. انکو خوب چی بود؟ خوب عبارت از این بود که یک شتر سوار مکه اومد و داد و فریاد میکرد، گفت که ای اهل مکه، به همون جای مرگ خود در دوام 3 روز میروید یا اینکه بروید. هم میگه از در آمدن مکه تا نزدیکی صفا اومد، بعد بالای کوه بر اومد، بعد از بالای کوه میگه باز فریاد زد، گفت که در دوام 3 روز در اون جای مرگ خود میروید. بعد میگه همون مرد از بالای کوه سنگ گرفت، میگه سنگ پرتاف. وقتی که سنگ پرتاف، میگه سنگ غیلید اومد، همین که زمین بزد، میگه وقتی زد پرچه کوچک میده پرچه شد، تمام خانه‌های مکه اصابت کرد. و از شتر سوار باز فر اومد، میگه خودش برآمد بالی کعبه برآمد، میگه از بالی کعبه عیناً همون ندای سر داد که در دوام بسیار از که جای مرده خود میره. خب وحشتناک از درق. برای ابو جهل گفت که ابن عباس گفت ای عباس، اگر 3 روز وقت اگر همه واقعا نشود، گفت من یک چی میکنیم، اهل مکه تمام قبیله ها شما رد معرکه میکنیم که شما مردکاتون هم دروغ بود، نعوذ بالله پیامبر در نظر داره، این زناتون هم دروغ سر کرده هستن که دعوای خبری آسمان دورانه. همین دو چیز، یعنی میتونم بگم که همین خواب سبب چی است؟ یکی از روح افتاده شدن مردم مکه بود در جنگ، چون که پیش از خواب این آوازا پخش شده. یا خوابم تقریبا قریب خواب روشن است، یعنی هم مصیبت یک اون خونه از خونه‌های مکه نمیموند که مصیبت زده نشود، هم عباره در بجای مرگتون میروید، معلوم است. روز 8 رمضان پیامبر صلی الله علیه و آله از مدینه بیرون برآمدند همراه همون لشکر، لیکن لشکر هیچ کی نمیدونه که جنگ است. مقصد نفقط کاروان بود، جنگ نبود. کاروان گرفتن رفتن. همین سال اولی سال رمضان فرض شد نشد. صحابه هم بگیر روزه بودن، پیامبر صلی الله علیه و آله روزه بودن. بعد در منطقه به نام روحا رفتن، اونجا دم گرفتن. بعد دم گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن باز حرکت میکنیم، حرکت کردن. دیگر باز بسیار بدر که براه افتادن. با پیامبر صلی الله علیه و آله خبر اومد که اهل مکه با 1300 نفر جنگاور از مکه بیرون اومدن. و مسلمان عددشون 313 نفر بود. اونو 1300 نفر، اینکه 1000 نفر زیادن از این. پیامبر صلی الله علیه و آله عمدن با ابوبکر مشورت کرد چیکار کنیم. ابوبکر صدیق گفت شما چیزی که همون جنگ. عمر ابن الخطاب مثلا گفت، عمر گفت که جنگ. پیامبر گفت ما با شما هستیم، ما با شما برآمدیم، دیگر حیات ممات ما با شما هست. اما پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار آدم دیپلمات بودن در حقیقت. مردم چی میگوید شما، یعنی که همین ایلوی مردم شما چی میگوید دو بار تکرار کردن. مقصدشون بود که همون انصاری ها، چون اینجا مهاجرها دیگر سردارشون هم ابوبکر گفتن که ما با شما هستیم دیگر، چون مهاجر اصلا برای هجرت برای خدا کرده بود. اما انصاری برای چی پیامبر اونجا خواستن مشورت کردن، چون که طبق همون عهدنامه‌ای که انصاری ها برای پیامبر داده بودن، گفتن که ما شما رو در مدینه حمایت میکنیم، عهد خارجی مدینه رو در بر نمیگرفت. یعنی انصاری میتونست که نه، ما گفتیم در مدینه، اینجا مدینه نیست، از مدینه بیرون است. بنابراین پیامبر خواسته که یه بار دیگر اونها رو یادآوری کنند و بعد اونها با چه خواهش خود به این چیز تن دهند، نه اینکه به زوری و با شرم و حیا. بنابراین وقتی پیامبر این اشاره کردن، مقداد بن عمرو گفت پیامبر صلی الله علیه و آله به فکر شما به ما اشاره دارید. این همون جمله‌ای که مردم شما چی میگوید این فهمید که مقصد پیامبر از مردم انصاری ها هست. بنابراین گفت ای رسول خدا، گفت به فکر شما ما رو اشاره دارید. و گفت که به الله قسم میخورم، ما اونچنانی که بنی اسرائیل به موسی گفت نمیگوییم. بنی اسرائیل به موسی چی گفته بود؟
اذهب انت و ربک، رو خودت قتی خودت جنگ کردن اگر ما نمیریم، بلکه ما میگیم که تو رو با خدایت رو، ما هم با شما میریم. پیامبر صلی الله علیه و آله چنان شاد شدن که اونجا در چهرهشون هم فهمید که پیامبر خیلی شدن. بعد میگن که در حقش خیلی دعای نیک کردن مقداد. بعد سعد بن معاذ خست، بزرگ اوس. پیامبر گویش ما به ما اشاره دارد کن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن بله. ببینید چه خیلی آدابی گفتگو رو با هم. سعد گفت ما با تو ایمان آوردیم، ما شما رو تصدیق کردیم. گفت هر چی که میگوی بگو، گفت ما میکنیم. اگر گویی که بحر داره ما بحر میدونیم، اگر آسمان پر داره ما آسمان پر میدونیم، چیزی از توان ما باشه ما اون کار میکنیم. ما گفت از روی برشتن با دشمن نمیترسیم. گفت وقتی جنگ ما میگه که ما انسانای صبور هستیم و انسانای صادقی به تو هستیم، که این دیگه با روحیه دیگه مسلمان اونجا مهاجر بود، دیگر خزرجی اونها رو برداشت. بعد میگه چنان شهری پیغمبر از شادی درخشید که گفتن که رایتون گفتن برای شما بشارت نیک است، خدا برای شما دو چیز مژده داد، یا کاروان یا فتح یا غلبه، یا اینش یا اینش، هر دوشم برای شما نیک است. خب کاروان رو به دست بیارید، خب غلبه رو به دست بیارید. این از این دوستان معلوم میشه که پیامبر هیچ گاه به مشورت صحابه کار نمیکرد. پیامبر شخصی که از آسمان وحی تاییدشون میکرد. با وجود این چی پیامبر از مردم، از انسانایی که خبرت دارند و تجربه دارند، از اونا مشورت میپرسن چه خیلی که در این قصه است. آیت هم پیامبر گفت که و شاورهم فی الامر، اونها رو مشورت کنند، یعنی که در کارهای خود. و با ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که بعد اون که همین چیز اون مقداد و سعد بن معاذ و اینا دیگر پیامبر گفتن که ما با شما هستیم، گرچه که در عهدنامه گفتیم در مدینه، که خارجی مدینه ما با شما هستیم، میگه دیگه روحیه سپاه مسلمان دیگه بالا رفت. چون که ابن کثیر رحمت الله علیه میگه. منطقه بدر اصلا دهه کوچک است اونجا. برایش بدر میگن برای اینکه شخصی به نام بدر بود اونجا، اما اون بدر ابن قریش نام مرد اونجا چند تا چاه داشت. غیر از این اونجا تجارت میشد، اونجا هم بازار کوچک داشت، بس به اون که در راه همون کاروان قریش مکه و چی بود، اینجا هم در رفت هم در آمد اونجا خرید داد و گرفت و چی میشد. بنابراین یک بازار بود، لیکن دهه کوچک بود. خیلی که یاقوتی همه میگه یک دهه کوچکی بود که تاریخ اون رو بزرگ کرد. چرا؟ چون که جنگ از همه بزرگترین اولین جنگ، اولین نبردی که برای اسلام عزت آورد در همینجا واقع شد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیکی چوی بدر رسیدن، فرمودن که اونجا فرایید، صحابه گفتن همینجا میفرایید. بعد حباب ابن منذر صحابی بزرگ رضی الله تعالی عنه پیش پیامبر علیه السلام اومد و گفت که یا رسول الله، همین کاری که تو کردی همینجا فرامدی آیا از طرف خدا وحی شده است و ما دیگه حق پیش قفا رفتن نداریم، باید همینجا ایستیم، یا اینکه این تدبیر جنگی است و کاری مشورتی است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن نه، یا تدبیر جنگی است و مشورت است. یعنی اگر از این چیز این خوبتر جای خوبتر دونیم مرحمت ما مشورت میکنیم. بعد حباب گفت رسول خدا اینجا اینقدر جای خوبی نیست در جنگ، در از جهت استراتژی. باید گفت ما چاه رو از خود کنیم، فقط برای خود یک چاهی گذاریم که از اونجا آب گیریم، تا اینکه مشرکا در آب دسترس نباشه، دستشون به آب نرسد، اونها که از سفر میان تشنه‌اند، خود تشنگی اونها رو نابود بکنن. بنابراین چاه‌ها باید در ما مانند. بعد سعد بن معاذ اومد، یک صحابی بزرگ انصار اومد و گفت برای پیامبر صلی الله علیه و آله در اون بلندی یک چیز زدند، خیمه زدند، تا اینکه از اونجا میدان اداره کنن پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد در اون بالا زدند و همراهشون ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. بنابراین سعد گفت که ای نبی الله، اگر ما پیروز شویم آنچه می‌خواستیم خواهد شد، و اگر شکست خوریم تو بر مرکب خود بنشین و نزد یاران ما در مدینه برو که آنان تو را نه کمتر از ما دوست دارند. پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر وقتی این گپ سعد زد براش تحسین گفتن، ثنا گفتن و همراه ابوبکر خیلی گفتیم در همون خیمه ایستادن تا اینکه از دور اداره کنن. خیلی گفتیم ماه رمضان بود، هفته رمضان بود. هنگام شب الله تعالی برای مسلمانان یک باران رحمت باران که در قرآن این چیز جاودانی ذکر میکنه الله تعالی. این باران برای مشرکا بلا بود، برای مسلمانان یک نعمت بود. ببینیم آیت چی میگه. و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. و از آسمان باران برای شما بفرستاد تا شما را با آن پاک گرداند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را قوی گرداند و قدمهایتان را استوار گرداند.
بنابراین وقتی گفتیم که این برای مسلمان‌ها چی بود؟ نعمت بود، همین معنا هست. این الله تعالی بود. خب خلاصه یعنی که نظارت چاه‌ها به دست مسلمان‌ها گذاشت. این خودش یک چی بود؟ یک تاکتیکی بهترین بود. اونا مشرکا اومدن دیگر همه تشنه و نمیتونن دیگه سوخته سن از گرمی. چه خیلی که ابن اسحاق میگه اومدن مشرکا 2 نفر توانستن که نزدیکی چاه بیان. میگه خواستن از اونجا آب بردارن، صحابه من کردن، پیامبر گفتن که نه بگذارید آب گیرن. هم 2 نفر گذاشتن که آب گیرن. این البته پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار انسان مهربان بودن، یعنی که بارها این تاکید کرد از بالمؤمنین رؤوف الرحیم بود. بنابراین گرچه که دشمنم بود براش یعنی که استفاده آب اجازه داد. بعد صبح روز جمعه شد برادر، روز جمعه 2 لشکر با هم روبرو ایستادن. وقتی که روبرو ایستادن از جانب مشرکان 3 نفر برآمد، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه و ولید پسرش ولید برآمدن، گفتن با حریف از ما. بعد 3 جوان از انصار بیرون شد، 3 تا انصاری بیرون بود. قریش گفتن که نه او پسر امکای ما رو برای ما برگردن، هم مکه‌ها برن، شما نه، چون که دعوای ما با اونا هست، با شما نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله بعد گفتن که عبیده بن حارث تو برا، حمزه تو برا، علی تو برا. یعنی نزدیکترین شخص خودشون که خشتبار خودشون پیامبر چی کردن، اختیار کردن. اینم البته چی داشت، یعنی که معنا داشت. البته پیامبر میگفتن که اول یعنی که باید که چی خشتبار من در این راهی که من هستم باید که فدا شم. بنابراین یعنی که خیلی که بعضی هستن مثلا پسر خودشون مثلا از چی دور میکنن در حالت وزنی، مثلا بعضی رهبرها هستن پیامبر خیلی نبودن. البته همیشه در تا یه حدیث حضرت علی هست که در روز بعد وقتی که جنگ تثبیت ما پیامبرم با فرمودن میگه ما همه قفای پیامبر چشیدیم، میگه پیغمبر به خود حمایت گرفتیم، یعنی از جسارت و از دلیری پیامبر صلی الله علیه و آله. خب دیگر حمزه برآمد با کی جنگ کرد؟ شیبه کشت، علی ولید کشت، اما عتبه و عبیده با هم قریب برابر شدن. اینم مجروح کرد، اینم مجروح کرد. بعد حمزه و علی رفتن چه کشتن عتبه. ابو عبیده دیگه مجروح برداشتن اومدن معسکر مسلمان. عادت عرب بود که جنگ کر و فر میکردن، میزدن میگریختن، بیزن بگریز. پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ بدر دیگر تاکتیک کار فرمود، تاکتیک صف کشید جنگ کردن. وقتی صف داروندن مسلمان‌ها در یک صف گرفتن، گفتن شما پیش انداره عقب انداره. بعد اونا مثل یک دیوار استوار شدن که امام قرطبی رحمت الله علیه میگه که یکی از اسرار نصرت مسلمان‌ها در این جنگ همین چی بود؟ صف کشیشون. خود پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که برای اینکه دشمن شما دور داره به شما نزدیک نشه و شما رو اومدن نکشد، در یک مسافه معین گفتن با اونو تیر زنید. وقتی تیر میزنید با تیر هم احتیاط کنه، تیر زدن گره لیکن تیرهای خود بیهوده صرف نکنه. همین که مشرکان نزدیک میشدن مسلمان تیر باران میکردن، اونو با قفا میزدن، نمیگذاشتن که به صف مسلمان نزدیک شون. چند بار همین چیز روی داد، تیر زدن و مثلا قفا نشینی کردن مشرکا. بعد روایت میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله یک کف خاک گرفته، گفتن که شاهت الوجوه، یعنی که زشت بود این چهره ها، گفتند خاک خیلی پرتاب کردن سنی مشرکا. بعد مسلمان ها زیر شعار یعنی که یگانه خدای یگانه شروع کردن به هجوم کردن، یعنی که چنان روحیه هاشون بلند بود که اونجا خصوصا وقتی پیامبر دیدن که چی کردن، خاک پرتافتند و دیگر اونا رو به هجوم تشویق کردن صلی الله علیه و سلم. برای پیامبر صلی الله علیه و یک جای الهیده کردن در بلندی. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر بودن، گفتن که سیهزم الجمع و یولون الدبر، یعنی به زودی این جمع شکسته خواهد شد و پشت به گریز خواهد داد. یعنی که این یک اشاره پیشتر در مکه نازل شده بود، لیکن این اشاره به همین جنگ بدر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط یک انسان روحانی نبودن، بلکه یک فرمانده با مهارتی بودن که جزئیات همین نبرد رو به یک دقت تام زیر نظر خود گرفته جنگ که میدان اداره میکرد صلی الله علیه و سلم. در این جنگ مهتران قریش کشته شدند، از جمله ابو جهل که لقب فرعون امت داشت. بین 2 جوان مدینگی میگن تقریبا 16 ساله 15 17 ساله بودن بچه‌ها. همونا اومدن در جنگ بدر، ببینن چه خیلی انسانی بد سمعه و نامش بد میشه. دیگر وقتی مسلمان‌ها هجرت کردن اومدن، البته هیچ کس ابو جهل بنیکی یاد نمیکرد، ابو لهب بنیکی یاد نمیکردن.
یعنی این جوانای مدینه وقتی با اون مهاجرای مکه نشستن میشوندن که ابو جهل فلانی زده است، فلانی عذاب داده است، فلانی شکنجه داده است، فلانی زندان کرده است، فلانی این کرده، در ذهنشون شده بود. بنابراین وقتی جنگ اومدن چه کردن؟ گفتن که ما برای ما ابو جهل نشون دادیم، ابو جهل میخوایم کشیم. این جوانای مدینه از بسیار شنیدن که اینو شکنجه کردن، زندان کردن، زدن، این کردن و این کردن، پیامبر عذاب دادن، بالا پیامبر شکنجه شدن بالا سرشون. این جوان گفتن ما ابو جهل باید نابود کنیم. ببینید این دو برادر رفتن، ابو جهل زدن، مجروح کردن، لیکن ابو جهل جان کنده خواب رفته بود. دو تا از اومدن گفتن ما ابو جهل کشتیم. بعد ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رفت. ابن مسعود رفت که ابو جهل زنده است و همین نفس‌های آخرش کشته شده است. بعد میگه پلیس سینه‌اش برآمد. ابن مسعود میگه خیلی انسان قد کوتاهی لاغری مایده بود. مراد پلیس سینه‌اش خواست ابو جهل دیگر همون به گفته حاضر کنترل نیچ کند، تیر زنه. ابو جهل همونجا هم کبرش نمونده. وقتی که اومد ابن مسعود پلیس سرش برآمد، همون کنترل تیر زدی شده است. میگه که لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رویع الغنم. چه پونچه گفت تو احد گذراندی، مثلا اینجا تو یک جای برآمدی گفت که دیگر اونجا فرامدنت مشکل است برای تو. اصلا یعنی با هم وقتی مردن هم تهدید دارد. هم ابن مسعود که یک چوپان از دیگه قبیله اومد بشاره از بیرون مکه بود چی دارد نظرش نمیگیره. تو بعضی روایت‌ها میگه که گفت که همین هیچ کی نبود که من همین این چوپان منو کشت، میگه ابو جهل به اصطلاح. خب اینجا ابن مسعود دیگر کنترل تیر به ابو جهل میزنه، نابودش میکنه. وقتی خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله میاد، پیامبر خرسند میشن. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که الله اکبر، الله اکبر. بعد میگن که انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. یعنی خداوند بزرگ است، الله تعالی وعده خودش راست گردانید، بنده اش را نصرت داد و احزاب را به تنهایی شکست. یعنی اینقدر واهمه و مثلا با دبدبه و با تنتنه به سوی جنگ می آمدن اینها، با جنگ کنیزک و رقص و بازی و دف و این چیزا. در این جنگ 70 نفرشون اسیر شد، 70 نفرش کشته شد که اکثرش همون انسانایی بودن که بسیار دشمنی میکردن با پیامبر صلی الله علیه و آله، مثل ابو جهل و امیه ابن خلف و اینا، مثلا عتبه، شیبه، همین که امیه و ابو جهل، اینا شخصی بودن که دیگه بعد مرگ اینا دیگه در مکه یک خلای سیاسی پیدا شد، یک خولگی پیدا شد. اینا راهبرا بودن، همون فعالای اساسی مکه بودن. وقتی اینا کشته شدن دیگه یا خود ابو سفیان ماند. این واقعه باعث اون گشت که نظام جاهلیت مکه قریب بود که از هم فرو پاشد. پس بون که اکثری همون انسانای با نفوذ از دست داد. پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار انسانی من گفتم مهربانند. فقط اون 70 نفر گرفتن جسدش در یک چیز چقوری افکندن تا اینکه گور شود، یعنی که نگذاشتن که بیرون ماند، ناحرمتی نشه برای مردا. تا بعضی روایت‌ها میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله هر کجا میرفتن در همون دشت و در دلها وقتی میدیدن گفتن که انسان مسلمان از کافر از فرقش نه، اون جسد گره زیر خاک کنه که انسان نباید که این روی خواب مثلا جسدش خواب باید که زیر خاک داره. یعنی که برای چی؟ برای احترام مرده، برای احترام هم میت که حیوان نخورد، تومه یگون پرنده یا نشه لاشه خوره نشود. در این جنگ وقتی پیامبر اونها رو جمع کردن بسیار یک خطبه تاثیرناکی بود که والی سر اونها کرد. اومدن گفتن که ای فلانی پسر فلانی، ای ابو جهل، ای شیبه، ای عتبه، ای ولید، ای امیه ابن خلف، ای فلانی، اون چی که پروردگارتون وعده داده بود دیده، یافته. یعنی مرده ها رو خطاب داره. همانو من اون چیزی که پروردگارم به من وعده کرده بود یافتم. شما چی یعنی؟ بعد میگن که صحابه گفتن که ای رسول خدا، یعنی اینو مردگی هستن، مگر اینو جون نداره، اینو چه خیلی سخنوی تو میفهمن، چرا بونو سخن میگویید؟ پیامبر گفتن که شما از آنها شنواتر نیستید، لیکن ایشون قدرت پاسخ نیست. البته این مسئله خیلی مسئله چی است، از جدی چی میگیرن بینش، لیکن ما از چه که عمره از روایت نقل میکنیم. شاید باز اگر روز دیگه در اطراف همین مثلا خاص یک چیکار ممکن است نبود. یعنی خلاصه پیروزی بدر در این ماه رمضان نشون داد که دیگر قریش اون قدرتی واهمانه که اون که بالی مسلمان آمده بالاشون تخت و تاز میکرد و تهدید میکرد و ارعاب میکرد مسلمان را نیست. دیگر اون قریش نیست که عرب ها رو حکم فرمایی میکرد و عرب ها رو بالاشون دوغ و درنگ میکرد به اصطلاح. این نبرد نفوذ مشرکان را، نفوذ معنوی اونها را چه کرد؟ به پایان زد و پرچم توحید را در سراسر جزیره برافراشت.
یعنی مسلمانان که یک نیرو شدن. دیگر قبیله‌ای که اطراف بودن حساب مسلمانان رو میکرده گشتن دیگر. اینن عدد بین اونها فرقش کلام بود. خیلی اشاره کردیم گفتیم این طرف 1300 نفر بود، این طرف 313 نفر بود. از این 231 نفر اهل مدینه بودن، خب، و 83 نفرشون اهل مکه مهاجران، یعنی که اکثریت اهل مدینه بودن. اهل مدینه بین خودشون اوسی و خزرج تقسیم میشدن. اوسی ها 61 نفر بودن، خزرج ها 170 نفر بودن. همین تفاوت عددی بین 1300 و 300 نفر، 314 نفر. خب بعضی روایت میاد که مشرکان وقتی که فهمیدن که قافله هاشون صحت سلامت شد، 300 نفرش برگشت، 1000 نفر موند. لیکن با وجود این 1000 نفر با 300 نفر جنگ کرده، 300 نفر غالب آمدنشون، این یک معجزه هست، یک معجزه نظامی هست، یعنی که برای مسلمان الله تعالی نشون داد که فتح و نصرت با عدد نمیشد. فتح و نصرت فقط با قوت اسلحه نیست، بلکه فتح و نصرت این اساسش چی است؟ ایمان است و ثابت قدمی است. خیلی که امروز در غزه دیدیم عددشون چی است؟ با اکثر دولت‌های ابرقدرت جنگ بران. یک درس روانی عجیب است اینجا. ما عددی مهاجرای و عددی انصاری ذکر کردیم، از این 13 یا 14 نفر چند از انصاری چند از مهاجری بود. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از جنگ بعد 7 سریه داشت. سریه چی؟ سریه همون جنگایی که پیامبر اشتراک نمیکنن. غزوه همون که پیامبر خودش اشتراک میکرد. بنابراین بعد غزوه هست. اما پیش از این چند تا سریه شده بود. گاهی 12 نفر، گاهی 20 نفر، گاهی 40 نفر میفرستن برای بعضی آدمایی که گوش نمیکرد، قبیله‌ای که سرکشی میکرد. اگر دید بریم هر یک سریه هدفهای عجیب داره. یکیش برای جزا دادن است، یکیش برای تنبیه دادن است، یکیش برای بعضی راههای استراتژیکی رو تامین کردن که سبحان الله اینو باید ان شاء الله هر درس‌های الهیده میشه در اطرافش. خب ببین در همه سری‌ها مهاجرای بسیار استفاده بردن. چرا؟ چون که مهاجران در مکه در یک حالت روانی قرار داشتن که اونجا اونها رو یک تحمل پذیر هم در همه چیز صبر کردن آماده کرده بود. ببین اونجا هم میزدن، میکشتن، مسلمانای عذاب میدادن، بلال اونها ببین قصه را. لیکن پیامبر گفت که صبر کنه، کاردار نشوید، با اونها مثلا جنگ نکنید، دشنام نکنید، کافرای یا که دست به سلاح نزنید میگفت. درست است؟ لیکن وقتی مدینه آمدن چه بسیارتر مهاجرای چه کردن در این سریه ها، برای که همون روحی از اونها گم شد. گفتن دیگه این مرحله دیگر است. شما در مرحله هستی که باید که در مقابل تمام همون کفری که اون زمان بود باید ایستادگی کنید. اون مثلا روشی که شما در مکه داشتید در مدینه کار نمی‌کنه. اینجا شما دیگه صاحب دولت هستید، شما باید دولت خود حمایت کنید، وطن خود حمایت کنید. بنابراین پیامبر اونها رو چی می‌خواستن که آب و تاب کنن دیگر از نام مهاجران رو فهمید. لیکن اینجا مثلا سبب کم برآمدنشون گفتیم اینجا اصلا جنگ نبود، برای همون اینا مثلا عدد کم برآمدن. بعد مقصد جنگ نبود، مقصد گفتیم کاروان بود. کاروان ممکن 30 نفر 40 نفر حامل میشدن پاس بود. بنابراین جای جنگ کلان نمیشد. اینا تصادفاً جنگ شد اونجا، یعنی که وقتی که کاروان به سلامت رفت و مشرکان خواستن بازگردن بعد دیگه جنگ شد. این جنگ خیلی اشاره شد در ماه رمضان بود. رمضان لب تشنه، شکم گرسنه هست، سفر خودش یک مشقت است، علاوه بر این دو چیزی که انسان بود چه میکنه. لیکن الله تعالی همین انسانای روزه‌دار رو با اون مشرکایی که سیر بودند و مثلا قوت داشتن و نیرو داشتن خدا اون رو غلبه داد. یک نقطه دیگر این است که اون قبایلی که در اطراف مدینه بودن وقتی پیامبر اومدن در مدینه دولت خودشون رو ساختن، اونا واهمه افتاده بودن. وقتی که جنگ بعد شد گفتن نه حالا میبینیم این حال دولت نو است، احتمال است که سقوط میکنه. بنابراین بعد اون که مسلمان‌ها در بدر پیروز شدن دیگه دمی اونها رو هم گشت. اونها هم دیگه گفتن نه با اینو بازی کرده نمیشه، یعنی که محمد آدمی با این نبوده است، با این بازی نمیکنه بود دیگر، یعنی که انسان جدی بوده است توانست پیروز شه بر اینها و دولت نوی مدینه، دولت جوانی مدینه یک هیبت کسب کرد که اطرافیان دیگر چی این هیبت دیده به هر چی اقدام نمیکرد علیه این دولت. ما گفتیم اسیر گرفتن نه؟ خب سوال میشه که با اسیرها چگونه معامله کردن پیامبر صلی الله علیه و خیلی مهم است. امروز در این دنیایی که پر از ظلم و جور و پر از ستم است، چه با اسیرها چه معامله میشه. میبریم دولتایی که با هم جنگ دارن چه اسیر خار و زار میکنند، دشنام میتیان،
گوش نمیمانند، تش نمیمانند. در این جنگ مسلمانان خیلی مالهای زیاد به دست گرفتند. غیر از این اسیرها هم گرفتند و مال هم گرفتند. لیکن ببین اینجا درباره وقتی انفال یعنی غنیمت پرسیدن، خداوند در جواب گفت که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. یعنی اونها تو رو درباره غنیمت‌های جنگی میپرسن، بگو که غنیمت‌ها از آن الله و رسول الله است. یعنی این چی معنی داره؟ همین حکم نشان میدهد که هدف از این پیکار چی است؟ جمع آوری مال و ملک نیست، غنیمت نیست، بلکه این یک امر الهی است که در وقت ضرورت صادر میشه. نه برای انسان کشی، برای آدم نابود کردن، بلکه یک دستوراتی است که یعنی که چیزی چارچوبی معین دارد، قاعده و قانون خودش دارد. همینطور پیامبر صلی الله علیه و آله همین غنیمتی که حاصل شد بین هم اصحابشون به طور عادلانه تقسیم کرد. 70 اسیر گرفتن. گفتیم مسیر اونها چه شد؟ اونها چی شدن؟ میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که به اسیران نیکی کنید، به اسیران نیکی کنید. و تو ما آیت هم داریم و یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. توصیه میشه که به اسیر معامله نیک شه. خیلی یتیمه چی میکنیم؟ همین بیچاره اسیرم دل شکسته است آخه انسان. تا صحابگان نان خودشون به ما اسیرا میدادن. خب خودشون خرما میخورن، نانشون به اونها میدادن. برای اونها یک فدیه معین شد. فدیه یعنی که خودشون باید میخریدن. هر کی مال نداشت و سواد داشت میگفتن که تو باید که 10 مسلمانه بچه‌هاش خوندن و نوشتن یاد بدی. وقتی 10 کسی یاد دادی تو جواب آزاد میشی. دیدیم دشمنای اسلام میگن که اسلام دین خون است و شمشیر است و اینا. در کدام دنیا و کدام تاریخ فهمیدن که اسیری رو برای خاطر تعلیمی خوندن و نوشتن دادن آزاد کردن. از بینای آدم علیه السلام تا حاله یگون جو نیست که یگون اسیر به همیشه آزاد کرده باشن جز محمد صلی الله علیه و سلم. یگون شخصی که اسیرا رو برای تعلیم دادنش آزاد کرد محمد علیه السلام است. نه از اونها پول پرسید، نه از اونها فدیه پرسید، نه یگون کارهای چی جسمانی از اونها خواست. ببینید همین رومی ها وقتی که یه جور میگرفتن، همین قلعه های واهمی که دارن سنگین و اینا و اون فکر شما رو خودشون ساختگن. نه اون بیچاره اسیرای جنگی رو میبردن همچون غلام تا مردن همون چی میسوزوندن که تا حالا ما مشاهده میکنیم هزارها سال است همون بیناهایی که اسیرای جنگی ساخته کنن. یه نکته جالبی که همین مسلمانان رو معامله خوبشون با اسیرا رو تاکید میکنه، این روایت است که ابوالعزیز ابن عمیر برادر مصعب بن عمیر است. بدون مصعب بن عمیر صحابه که چی در جنگ احد پرچمدار بود و دست رفت و دیگه شهید شد در اون جنگ. یعنی صحابه خیلی مشهور است. برادرش همین ابوالعزیز میگه که به خدا سوگند میگه مسلمانان ما رو در خود از خود مقدم دانستند، یعنی که از خود پیش میگرفتن وقتی خوردن میشوندن و بهترین طعام ها رو برای ما میدادن. این در یکم جنگ کلی همه زخمش تازه هست، جرحش تازه است، نه خونه‌شون مال مکاشون مصادره کردن همین مشرکای مکه. اینا رو شکنجه میکنن در کوچه مکه زیر هم آفتاب تاسفانو. که با وجود این چه معامله کردن. فقط یک کس اون رو فقط چی پیامبر اون رو آمد که یگان خیل از خودگذاری قانونشکنی نکنه در حق اسیر. میبریم این آداب، این اسلوب، این روش خوبه که مسلمان‌ها با اونو داشتن سبب شد که بسیار از اون اسیرها بدتر رفتن مسلمان شده گشت آمدن. برای اینکه نگوین که اینجا از ترس مسلمان شدی رفتن آمدن به اسلام قبول کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله به همین به ما تعلیم دادن که این پیروزی در اسلام معناش انتقام جویی نیست، بلکه معناش انسانی و آدمی است که نه به وقتی که اینا رو اسیر گرفتن به چطور معامله کردن با اون. به جز عددی اندک کشته نشد اسیرها. اکثر اسیرها با فدیه شدن، آزاد شدن. و اونایی که نمیتونستن دیگه خواندن نوشتن دادن دیگه بعد آزاد شدن. بعد اینکه مسلمانان غالب شدن در این جنگ، یک گروهی که اندکی که بی‌پناه بود، ضعیف بود، مستضعف بود، آمد یک جا مدینه جا گرفت. قوه نیروی بزرگ مشرکای مکه شکست داد. دیگر آواز در تمام بیابان نیم جزیره عرب پخش شد. دیگر در دل دوست و دشمن چی وهم پیدا شد نسبتی پیامبر صلی الله علیه و آله که من لشکری مدینه. یعنی این پیروزی مسلمان ها رو از حالت دفاعی به حالت چی فعال سیاسی چیکار وادار کرد. مسلمان ها دیگر وارد میدان سیاست شدن، نشان دادن که اونها دیگر قدرت نوی هستند که در حجاز بروز کرده شده است و آینده همین قوه جدید یا قوه نو بتونه که تمام این مناطق رو زیر سلطه خود گیرد.
یه نکته عجیب دیگر این که بدونید که مدینه وقتی پیامبر وارد شدن اومدن یک کار مهاجر و انصار برادر کردن. یک مهاجر یک انصاری برادر میکنن که عادت میراث میخواد. بعد اسلام میراث شده بیکار کرد. بعد جنگ بدر در مدینه یک طایفه دیگه پیدا شد، یک قشری به نام قشری منافق پیدا شد. اصلا اونها مشرک بودن، یعنی مسلمان مشرک و یهودی در مدینه زندگی میکرد. بعد اون که جنگ بدر واقع شد مسلمانان پیروز برگشتن. بله، قوه روحیه بلند. وقتی مسلمانان جنگ بدر رفتن و خبر شد که جنگ میشود، این یهودا و مشرکای مدینه خرسند بودن که اونجا دیگه اینا نابود بشند و محمد نابود نشد و از دیگه مدینه دولتش از خود میکنه. دیگه وقتی پیامبر بازگشتن دیگه همش زبانش کوته شد و این مشرکایی که آشکار پیامبر دشمن بودن یا که آشکار فعالیت میبردن دیگه شدن منافق شدن. همگی ظاهرا اسلام پذیرفتن. دیگه فعالیت خود پنهانی بردن شروع کرد. از درجه شرک به درجه نفاق گذشتن. چون دیدن که دولت دیگه نیرومند شد، نمیتونستن که روی کنن، دیگه مجبور چی مسکه یا که همون نقاب نفاق رو برای خود انداختن. ظاهرا لا اله الا الله میگفتن، باطنشون کافر بود. پس از همین جنگ بدر نظام حربی یا که نظامی و اداری مسلمانان شکل معینه به خویش گرفت. یعنی از این جنگ خیلی چیزا رو تعلیم گرفتن. خیلی قانون‌های نو نازل شد در اون وقت جنگ مربوط به غنیمت. یسألونک عن الانفال، مربوط به اسیران. با اسیران باید چه خیلی کار کرد مسلمان‌ها، مؤمنان باید اسیران چیکار کنن برای همین فرمان. اینچنین درباره عهد و پیمان‌های نظامی بین پیامبر صلی الله علیه و کافرها، بین پیامبر و یهودا، بین پیامبر و دیگر قبایلی که در اطراف و اکناف حجاز بودند و جزیره عرب. این نبرد برای مسلمانان یک چیزی بزرگی را آموخت که چگونه در عین قدرت، در اوج قدرت خود عدالت را از دست ندهند. رعایت کردن عدالت را، یعنی که نه همچون یک قبیله باید که برخورد کنند با دیگران، بلکه چی با همچون یک دولتی صاحب نظامی، صاحب انتظام باید که خودشون به دیگران معرفی کنند که کردن. مورخان بر این باورند که همین جنگ بدر یا که نبرد بدر اگر نمی بود مسلمانان محو میشدند، نابود میشدند. بنابراین بدر این روحیه فتوحات من بعدینه رو در مصر و بیزانتی و در فارس و در عراق و در دیگر جا در دل مسلمانان زنده کرد. این نخستین ظفر و غلبه بود که برای مسلمانان اعتماد بخشید. تصور کن اگر جنگ یکم علیه کفر میبرمدند و مغلوب میشدند چی میشد؟ چه روحیه برای مسلمانان میشد که چقدر ما مادام دین حق باشیم مغلوب شدیم در این جنگ اولی با کفر. بنابراین این جنگ نامی چی گرفت؟ جنگ فرقان رو، این جنگی که فرق گذاشت بین حق و بین باطل. یک داستان جالب است در این جنگ درباره وفا به عهد. بین پیامبر صلی الله علیه و خیلی انسانی وفی بودن، وفادار بودن. در هر عهدی که هر امضایی که میکردن نقطه به نقطه اون پیگیری میکردن، اون نقطه رو چه اجرا میکردن، از اون هیچ پا بیرون نمینهادن. از جمله در این جنگ حذیفه و پدرش وقتی هجرت کرده به مدینه آمدنی بودن، مشرکای مکه درار داشتن. گفتن که ما شما رو به یک شرط سر میتیم که مثلا شما با مدینه میرین نه به پیش محمد به بدر. به همین شرط شما میگه حق داره که بره. میگن باشه ما به شرط اون که با محمد به بدر نمیریم به مدینه میرویم. رفتن. لیکن اوندم به بدر آمدن. چون خبر داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و خبر دادن که همه حالت شد. به این پیامبر چی گفتن؟ عهد باید که رعایت کنی برای مدینه. اومدت خیلی رحمت تشکر، لیکن باید مدینه، چون که شما وعده دادید ما هیچ وقت نمیخوایم که چه انسان وعده که داده است خلاف کنه. کارش اینه که پیامبر با آدم چه دوستان احتیاج داشتن، لیکن طرف 1000 بود 300 نفر بود 300 چند. لیکن با وجود این پیامبر چه عهد بالا گرفت. خب این جنگ بین تاثیرش به خود مسلمانان بود. چه گفتیم اینا یکم جنگ وقتی که غلبه شد چه دیگه خود مثلا بچه‌ها که مسابقه میبرند در مناظر گشتنگیری و مثلا در باکس برای خیلی مهم است. یکم برای خیلی چیز میته. همین که یکم مثلا چیز برید مسابقه علیکم مانوش نیست که از این الهام میگیره. این چیز برای مسلمانان میشه. تاثیرش به مشرکان چی بود؟ مشرکان دیگه به خاک زمین یکسان شدن.
оброҳошон рехт. воима دیگه بین عرب آواز که چه گفت 1000 و چند صد کس رفته گفت نتونسته 300 کس مغلوب کنه. نقش رهبر عادل در اینجا بین پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جنگ نمونه عالی رهبری بودن. پیامبر اینکه در عین حال که انسانی تقوادار بودن، با یاروی خود مشورت میکردن، در صف پیش جنگ بودن، گاهی در از بالا نظارت میکردن حرکتش رو. یعنی همین موازنت رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میانی هم تدبیر امنی، میانی توکل آسمانی، میانی این آن پیامبر صلی الله علیه و سلم با موفقیت رعایت میکردن همین چیز. از همه نقطه مهمی که همین جنگ بعد برای ما میآموزد این است که نصرت نه با زور باز است، نه تنها با زور بازو است و نه تنها با کثرت سپاه است، با بسیار بودن سپاه است، بلکه اخلاص و استقامت روح و استقامت باطن است. وقتی که بنده کمر به خدمت الله تعالی بندد، الله تعالی تمام مخلوقات را و تمام ملائک را یاور هم بندش میگرداند. این بود تاریخ اولین نبردی که در اولین رمضان بالای مسلمان ها تحمیل شد و الحمدلله رب العالمین مسلمان ها پیروز شدند و این پیروزی برای مسلمان ها الهام بخش بود، تاریخ را دیگر کرد. بنابراین خدای تعالی این جنگ را، این نبرد را به نام فرقان در قرآن جاودانی کرد. دیگر اولین جنگ، اولین پیروزی، اولین رمضان که دیگر مسلمان را هیبت و ابهت دیگری داد و مشرکان دیگر خوار و زبون شدند و یکسان شدند. یهودا هم دیگر ناامید شدند، مشرکان مدینه هم دیگر ناامید شدند و با همین مسلمان ها همیشه به سوی قله های بلند پیروزی حرکت کردند. مسئلت میکنیم که الله تعالی همیشه پیروزی را نصیب مسلمان ها گرداند، نصیب ما مسلمان ها گرداند و امت محمد صلی الله علیه و سلم گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.